کلی از یا جمع میکنه. ایرا میگه اعراض کننده و منع کننده از کتاب الله. الی النار، به سوی آتش جمع میشن. فهم یوزعون، پس یا گروه گروه تقسیم میشون، هر کدامشان به جنس خودشان دل دل جور میشه. حتی اذا ما جاو، تا ای که وقتی که بیای ها به آتش دوزخ، شهید علیهم، گواهی میده، شاهدی میده بالایشان، سمعهم، گوششان، قوتهای شنواییشان و ابصارهم، قوتهای بیناییشان و جلودهم، پوستایشان، بما کانوا یعملون، به آن چیزی که انجام داده. همه اعضا شاهدی میده. سخت حالت است. و قالوا، میگوین لجلودهم، به پوستای خود. جلود به خاطری که پوست مشتمل به کل اجزای بدن است. برشان میگه یکی یا پوست به خاطر یا خطاب میکنه که اولین درد عذاب کی میچشه؟ پوست. و قالوا لجلودهم، میگویند به پوستای خود، لما شاهدتم علینا، چرا شاهدی میده بالای ما؟ قالوا، میگویم ما خو شاهدی را تو عادی نمیگیم. انطقنا الله، ما را گویا کرده، او ذاتی که الذی انطق کل شیء، که تمام چیزا را گویا ساخته. و هو خلقکم، همی ذات شما را پیدا کرده، اول مرت، در اول کرت هم، و الیه خاص، به سوی ازی ترجعون، بازگردانیده میشوید. چطور کنیم؟ ما خود گواهی میدیم. سخت حالتی چیسته هیبتناک است که اعضای خودت سری خودت گواهی میده او تو دیگه اجرا نداری، خجالت تو شرمنده. و ما کنتم تستطیعون ان یشهد علیکم سمعکم، شما بوده که تستطیعون، و ما کنتم، شما نبوده، تستطیعون، چند معنا میکنیم. شما نبوده تستطیعون، که حیا میکرده، ایشهد علیکم، که شاهدی باز بده بالایتان، سمعکم، گوشایتان، ولا ابصارکم، و شما حیا نمیکرده که شاهدی بده بالایتان، ابصارکم، نظرایتان، ولا جلودکم، نپوستایتان، ولکن ظننتم، لیکن شما گمانی غلط داشتن، الله، که الله لا یعلم، نمیدانه، کثیرا، بسیاری، مما از او گپا، از او گناها، تعملون، که شما انجام میداده. میگه کس نمیبینه، نعوذ بالله. یک ترجمه. دوم، و ما کنتم، شما نبوده، تستتیرون، که خدا به پرده میکرده از خوف الله، از خوف الله خدا به پرده میکرده. ای اشهد علیکم، از اینکه شاهدی بده بالایتان، سمعکم، گوشایتان، ولا ابصارکم، نه نظرایتان، ولا جلودکم، و نه پوستایتان، ولکن ظننتم، لیکن شما گمان کرده، ان الله، که یقینا الله لا یعلم، نمیدانه، کثیرا، بسیاری، مما از آن چیزی را تعملون، که شما عمل میکرده. این درس عمیق است، بسیار هیبتناک است. الله تبارک و تعالی میگه این درس است برای مردمایی که اینجا درسی بزرگ است برای مردمایی که مسلسل گناه کرده رایسته، لیکن بازم میگه که الله چیست؟ لک بخشام است. حیا نمیکنی، هر روز گناه کرده رایستی. او نعوذ بالله، اگر کسی بیخی عقیده داشته باشه که الله حساب نمیکنه، نمیفهمه، بسیار سخت است. هیچ نوع چیزی از علم الله پوشیده نیست. و ذالکم ظنکم الذی، گمان دو قسم است. یکی گمان است که انسان در چای هلاکت میکشانه، اینی گمان است. و ذالکم ظنکم، اینمی گمان شما بود، یعنی گناه هلاک کننده و فنا کننده. الذی، هم گمان، ظننتم، که شما گمان کرده، بربکم، پروردگارتان، که الله خبر نداره از حالات ما، نعوذ بالله. ارداکم، شما را هلاک ساخت، فاصبحتم، گردیده، من الخاسرین، از جمله کسایی که سخت تاوان کرده. ظن دو قسم است. یکی ظن حسن است، زمانی که آدم دعا میکنه باید گمان داشته باشه که الله تبارک و تعالی چی میکنه؟ بخشش میکنه. استغفار میکنی، چیسته در حدیث هم آمده که انا عند ظن عبدی بی، من در پیش گمان کیستم؟ بنده خود هستم. هر رقم گمانه که سری الله عقیده داشته باش که الله رزق میده، بالکل برات میده. واقعا الله بگو که عزت در دین الله است، بالکل الله برات عزت میده. این گمانای نیک است، این گمانای درست است. یکی گمانی است که نعوذ بالله انسان هلاک میکنه، نعوذ بالله، که الله عالم الغیب نیست. یا میگی که لک بخش است، برو اگر گناه میکنم، فیصبروا فالنار مثوی لهم، اگر یا صبر میکنن بالای عذاب، پس آتش هم مسوا جای باشش است. یعنی صبر میکنه نمیکنه، در دو صورت جای باششان آتش است. و یستعتبوا، اگر یا عفا طلب میکنه که خود ملامت کنه، طلب عتاب طلب ملامتی را میگه، که خود سرزنش و ملامت کنه، یعنی طلب عفا میکنه. فما هم نیست یا من المعتبین، عفا کرده شدگان. و قیدنا لهم قرنا، بله، چرا به این سرنوشت غلط، به این سرنوشت زشت یا دوچار شدن؟
اعمال خودشان بسیار زیبا برشان معلوم میشه. اینطور فکر میکنه که اینه بس ما خب راه حق پیمودیم. الله میگه این غلط است، وسوسه های شیطانی است. هم نشینای از یار الله میگه ما مقرر کردیم مردمای خیلی بد و او اعمال نادرست در ذهن از یا چی کردن؟ خب مزین کردن. این هم نشینی بد است. هم نشینی بد کدام است؟ زن رفته در کجا؟ در پالوی قبر. اونجا هم نشینی بد وجود داره، مجاور بدبخت. برای ازی میگه که همشیره خبر داری زوری از این قبره ما دیدیم، خو دیدم که اینطور شد، که خو دیدم که اینطور شد، ما خو ندید فلان خو دیده بود که اینطور شد. قرآن چی درسای عظیم بر ما میده او چقدر ما را بیدار میسازه. کدام وقت انسان در کام هلاکت میره، راهی غلط میپیمه، قرآن بر ما میگه. و قیدنا لهم قرنا، ما گماشتیم مقرر کردیم برایشان قرنا هم نشینای بد. فزینوا لهم، پس مزین کردن زرندود کردن لهم برای از یا ما بین ایدیهم در پیش رویشان، یعنی اعمال بدی که سابق کرده بودن گفتن بالکل خوب کار کرده. و من چیسته و ما خلفهم، و اعمالی که پشتی سر میکنن برای از اون حدیثای موضوعی را برشان کشیدن. امروز هم همینطور بدبخت ها وجود داره. در تلویزیون ها و رادیوها مردم ها به بدعت میکشانه، آنقدر وادار میکنه که پرسان نکو، میگه که اگر هستم امی عمل است. یک مانا. دوم، فزینوا لهم ما بین ایدیهم، مزین کرد برای از یا امور دنیای از یاره، یعنی این قدر یاره مشغول ساخت که دیگه ای موقع برشان میسر نشد که عبادت الله را بکنه. امور دنیا در ذهنشان بسیار جلوه‌دار معلوم شد. تمام روز تلاش بود، الا کورس بخوان، الا پانتون بخوان، الا فلان جای برو، الا تجارت کو، الا یک روز در درس قرآن موقع برش نداد که می نشست. در عبادات الله تبارک و تعالی را بالکل غافل کرده بود. چرا؟ امور دنیا برش خیلی مزین معلوم میشد، میگفت اگر است نمیسته. و ما خلفهم، مزین کرد برای از آن چیزی که در پشت سرشان است، یعنی در مورد آخرت هم یاره مزین کرد برشان چی را که برو الله لک بخش است، تواره تنگ نظر نیست، الله که دربارش کلان است، هر کس گنجایش داره اوجا. هیگه پاره برش گفت. الله میگه و حق علیهم القول فی امم، ثابت شد بالایشان فیصله عذاب به امرای امتایی که قد خلت پیش دیر شده من قبلهم، پیش از یا من الجن، از جنیات، و الانس، از انسانا، انهم کانوا خاسرین، این مردم بودن که یقینا و چی بودن؟ تاوانی بودن. قیدنا، قیز چی را میگه؟ اصلا پوست پیازه میگه، پوست پیازه که با پیاز خوب چسبیده است. منظور از پیشش اونمو دوستی است، امو هم نشین همراهش است که یک روز تو را یک لحظه اعلان نمیکنه، هر روز برات تبلیغ تقریر تو را کشانده، هر روز برات میگه یک دفعه بریم، یک دفعه در مجلس قمار بشینیم، اینطور برات قمار میگه که نه، در مجلس شراب، در مجلس رقص، الله بیا بریم یک روز تو قطمه بیا که دختر هستیم قوت پیدا کنیم. در چی بریم؟ در انگلستان بریم، اونجا یک افتخار خوب افغانستان کمایی کنیم. چی افتخار؟ یک گروپ انگلستانی را ای در یک مسابقه دویدن یا بازی کردن شکست داد. چی افتخار است؟ افتخار در است که تو نمایان کنی عمل کرد و اخلاق و زندگی تا به جهان که اسلام اینی طور پیام داره و این تو ثمره داره. زن شام اینه طور نمایان عزتش باشه، مرد شام اینی را میگه افتخار. افتخار دو گپا نیست، خیا خوش هستن. هم نشینی بد انسان بسیار به بیرها میکشه. قرآن برای ما میگه ما مقرر میکنیم. معلوم شد که یکی از عذابای الله نخت در دنیای نمیسته که کسی که اراده از خود نداره، استقلال از خود نداره، سنجش نمیکنه، خود در گیره و دیگه کس میده و خود به اراده حرکت میکنی. هر چیزی که او میگه تو بلیگوی هستی. یک عذاب نخت الله به کسی که از اراده خود کار نمیگیره این نمیسته که دوچار تو دوستی چی میشه؟ نعوذ بالله هم نشینی بد میشه. هم نشینی بد که تو را در راههای غلط کشانده، از یاد الله غافل کرده، نماز در یادت نمیاد، ترس الله در یادت نیست، آخرت در یادت نیست، تمام روز در عیش و عشرت در نعوذ بالله له و لعب است. اینی تو آدم این سبب بدبختی انسان است. هر انسانی که تو دوست داشته باشه او بدبخت است. لیکن در بالمقابل اگر الله تبارک و تعالی هم نشین خواب برات نصیب کرد، سابق نماز نمیخواندی حالی اتاق گرفتی قطعی تو آدم که همه 5 وقت نماز تو را میبره، آیستا آیستا ترجمه قرآن کشانتا، عقیده توحید الله را چیستا در قلبت گذاشت،
اینی را مردم میگه یکی از جمله توفیقات الله است که نصیب هر کس میکنه. از همون خاطر در زندگی دنیا دوست خوب برگزیدن یک امر لازمی است. چرا؟ او تقویت میبخشه برای تو. انسان به تنهایی بسیار وحشت پیدا میکنه، بسیار ناامید میباشه. یک حالت سختی که سرت بیا بسیار همینطور خفه میباشی، لیکن دوستی که خیلی چیست فهمیده است او قطعت باشه، امی کل رنجایت از بین میبره، خلاها را پر میکنه، تو را دیگه تقویت میبخشه، تایید میکنه تا انواع. اینی را میگه که هر رقم غم و غصه سرت بیا، باز انشالله او غم و غصه تاثیرگذار سرت نیسته. اینطوری دوست پیدا کردن بسیار ضرور است، بسیار ضرور است. چرا؟ قرآن کریم اینجا برای ما امی گپ برای ما میگه. اینم است شیطانا به لباس مختلف میاد برای ما و شما مزین میکنه بعضی کارا را. از همون خاطر بعضی مردم که در قبرا میره آواز برش میشه، دست برش میبره، اونجا مریضایشان جور میکنه. اینی را میگه تزیین. اگر اینجا چی کردی؟ اینجا الا در یک بدعت مصرف کردی، با سعی میکنی که خیلی فایده در یک جای دیگه میکنی، شیطان برات میگه سیکو ای از ناحیه ازوس. حالان که او در تقدیر برات نوشته است. شیطان خبیث میگه اگر کدام گزند و تکلیف برات برسه، برات میگه تو اینی کارا کردی، از او خاطر اینطور شدی. حالان که او در تقدیر برات نوشته است. امی جنی، امی شیطان خبیث تو را چی میکنه؟ امی تو را ماست، انسان هم امی تو راست. برای تو میگه بیا پیسه پرتو دمی میلاد، تو نمیپرتی که نه بدعت است. سبا روز که اگر هر حادثه خراب سری تو شوه، فرد برات پیش میکنه که اونجا پیسه نپرتافتی اینطور شدی. اگر 1000 حادثه خراب سری خودشان میشه، نمیگه که ما کاری غلط کردیم به این خاطر در این حادثه مبتلا شدیم. ما خو میگیم که ولا قدر خیره والقدر خیره و شره من الله تعالی. قدر اندازه خیر و شر از جانب کیسته؟ الله تبارک و تعالی است. لیکن یا این کارا را میکنه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. بله، دشمنای دیرین دین همیشه از این کار گرفته و فقط تلاش داشتن به قرآن کسی را نزدیک نمانه. چرا؟ اگر نزدیک من قرآن ای کلام شیرین، ای کلام مؤثر بلیغ با مجرد یک شنیدن گوش هم پر میکنه و قلبم از محبت بگوی مملو میسازه. دیگه از او خاطر یگانه رای از یا چیسته؟ تلاش باید بکنه که قرآن کس نشنوه. امین نقشی دیروز که در زمان پیغمبر علیه السلام بودیم روز هم است. اما مردمایی که باطل پرست هستند، شما یادتان باشه شما را از کجا منع میکنه؟ میگه در ترجمه قرآن نروی. چرا؟ قرآن کی شنیدی؟ قرآن خوی طور مزایایی داره، اینطور مطالبی داره که انسان مثل که خواب باشی بیدار کنه، مثل که بیخی گرد و غبار سرت انداخته شده بودن یک دم بشویت صفا بکشته. قرآن خون طور قرآن است. از همون خاطر برنامه بزرگ از یای نمی بود که با قرآن کسی نزدیک نشه. در راه ها مردم اشانده بود، مسافرین که می آمد اول گپشان چی بود؟ اونجا یک دیوانه پیدا شده در پالوی از اون نروی، در پالوی. لیکن صحابه بسیار داستان است که می گفتن یک دفعه به هوش می آمدن که چرا بان که مو دیوانه را گپش بشنویم. خب وقتی که پالوی پیغمبر علیه السلام می رفت و این کلام زیبا و شیرین نمی شنید، کدام قلب بود که باز زیر نمی پذیرفت؟ خب با تاسف امروز از امی کلام الله تبارک و تعالی، امی مسلمانی که عقیده به قرآن دعوا میکنه، امی مردم از قرآن منع میکنه. او چی میگه؟ وقال الذين كفروا، میگوین کفار، لا تسمعوا لهذا القرآن، شما گوش نمانه لهذا القرآن، به این قرآن کریم. چرا؟ به خاطری که مشتمل است به طور گپا، نعوذ بالله واره میگفتن سخنای بیهوده داره، دین بابا و اجداد شما را از بین میبره. والغو فیه، شور بندازی فیه در وقتی خواندن قرآن کریم که مردم صدای دلنشین قرآن در گوشی کسی نرسه، شور بندازی. لعلکم تغلبون، به خاطری که شما غالب و زور شوی، وگرنه نمانی که ترجمه را شروع کنه. اگر ترجمه را شروع کرد باز دیگه شما زور نمیشی. یادتان باشه این گپا را میگن. امروز ما را چرا در مسجد ها جای نمیده؟ راستانه بگوید. ما چی میگیم؟ در مسجد برای ما جای ترجمه نیست. چرا؟ این مولا صاحب و این قوم انشاء الله را در روز قیامت جواب میگن. فقط اینمی خاطر میگه نشنوه مردم قرآن نشنوه. در کدام مسجدی که یک دفعه قرآن ترجمه شوه، باز بعد از او مقام و منزلت جناب مولا صاحب معلوم میشه که مولا صاحب در حقی قوم چقدر خیانت ها کرده. حراس داره، قوم هم حراس داره. چرا؟ اونجا مریدای کسایی است که از قرآن منع کرده شه. میگه نمانه قرآن نمیره. میگه خب نشونیدن قرآن منع کردن خب عام است، هر کس میفهمه.
اینجا لغو چی مانا؟ الغا، شور ماشور پرتافتن ایرم شامل میشه. کارای بیهوده را شما چی کنه؟ اختیار کنه، رواج کنه که قرآن شنیده نشوه. در او روز در او زمان خودتن شور ماشور بود، شیرگویی بود، کنیزا را می خریدن که رقص کنه، مردم در گردش جمع شوه، داستانه و قصه های چی را؟ رستم داستان و ایگپا را در اونجا می کردن. شما دمی کلی عمرتان چقدر این دشمنای کافر زیرک بودن، آمدن از قرآن ما را منع کرد، در قرآن شنیدن ما را نماند. شما خبر داری؟ کتاب فروش در پشتش کتاب کدام کتاب است؟ نجماست. کدام کتاب است؟ درخانه شیرین خان است، آدم خانو مچم شیرینه است. کدام کتاب است؟ حجافظ شیرازی است. کدام کتاب است؟ الله اکبر. یک کتاب عقیده، یک کتاب سازنده، یک کتاب سیرت، یک کتاب تفسیر و حدیث وجود داشت؟ سالا این قرنها سرماتیر شده. اینم سلسله عالم در خانه کنی تان بری که چی هسته؟ حجافظ موجود است. چیست؟ شاهنامه فردوسی و مچم که فلان کتابا کلان وجود داره. خب کتاب عقیده وجود داره؟ خردک کتاب وجود نداره که عقیده تجور کنه. ما شکری او مردم چطور نکشیم، سپاسش نکنیم. واقعا از اون منطقه برای ما کتاب به پولی خود چاپ میکنه، به ما روان کنه که عقیده مردم جور شود. اما بازی کتاب بگیریم، اما خودی ما میخوانیم در سری تاق مندازیم. یادتان باشه و برادرایم و خواهرایم، این کتابای عقیده که در دسترستان قرار گرفت قطعی شما شب تیر نکنه، در کسی دیگه باید برسون. این کتابای با این خاطر است. مثل که تو خوش داری که عقیده درست داشته باشی، هر برادر و خواهر مسلمان اینطور خوش داره. از او خاطری برای حرکت است، دوران است، برای ذخیره کردن نیست. کتاب که در دستتان میرسه فقط به کسی دیگه برای مطالعه باید بدی. او باید در حالت دوران باشه. امروز چطور ما را از قرآن بیگانه کرد؟ والغوا فیه، کارای بیهوده را پیدا کنی که مردم مصروف قرآن نشوه. دلایل الخیرات، قصیده برده، مثنوی، فلان، حزب البحر، فلان پیدا کردن. قرآن تلاوت میشود، قرآن ترجمه میشود. کلا قطعا نه. امروز هم که کسی آواز بلند میکنه تاپی وهابیت قطشان کلان است، الله که وهابیسته، ترجمه قرآن شروع کرد. بازم که ما هوشیار نشویم، بیدار نشویم، به الله چی عذر داریم؟ امروز بازم گل بخوریم، سخنای همون مردم نعوذ بالله در ذهن خود بگیریم. چقدر گل خوردیم، چقدر نعوذ بالله سخت حالت است. خو امروز کفار از راه های دیگه یک کلکین بر ما نگذاشته که داخل شده. یک کلکین امروز این تلویزیونا، این رادیوها، این اخبار، این مجلات، این مجالس اختلاط مرد و زن، این مرکزهای انگلیسی، این مراکز نعوذ بالله برای شایستگی الا زیبایی زن و برای شایستگی فلانش کلش صورتهای گوناگونی چی است؟ بگوی مشغول ساختن مردم به بیهوده و مانع از کی؟ درس قرآن. در مکاتب تان امروز تفسیر در هفته یک دفعه است، درس قرآن ساعت یک دفعه. خو انگلیسی چند دفعه است؟ چند ساعت است؟ این مردم جواب میگه، این نصاب بالا جواب میگه، این وزارت معارف در روز قیامت جواب میگه، این جناب دولت جواب میگه. با این کتاب الله چرا اینقدر ظلم میشه؟ چقدر جفا با این کتاب الله میشه؟ ها؟ که ملای مسجد ما قرآن صحیح به تجوید خوانده نمیتونه، فرق در بین داد و غداد کرده نمیتونه. بری چطوری قرائت هست؟ ما اونو مسلمان هستیم، کلی عمر ما دینمی حتی لفظی قرآن درست نفهمیدیم. معنا، مقصد، هدف قرآن خو بگذار. شما بگوی مردم میگه ترجمه قرآن چطور است مولی سه؟ فرض است یا واجب است؟ من میگم نه، فرض است، واجب است. ضرورت اولی هر انسان است که خود مؤمن میگه. پدر و مادر میمانه نمیمانه؟ نمانه، خب برسان خدا. شوهر میمانه نمیمانه؟ نمانه، برسان خدا. برسان که دینی تا یاد بگیری، عقیده تا یاد بگیری. سالا ما اینمی طور ششتیم. غیرتش در چی میه؟ من تو را نمیمانم در ترجمه قرآن بری. تلویزیونی کلانه برش خریدی او تمام روز امو عکسا و صورتای لچ مشاهده میکنه، از پیشش لذت میبره. نعوذ بالله. تو غیرت داری، به الله چی جواب میگی؟ او مسلمانی غیرتی که خود غیرتی میگی.
ملای ما سر ما اعتراض داره به زنا ترجمه است. ها همینطور میکنه. به کی ترجمه است؟ این قرآن تنها برای مرداست؟ شما خب به مردم نگفته. کاش که به مردم میگفته که مردا به زنا میگفت هیچ ضرورت به برآمدن از خانه نمیداشتن. شما خب هیچ کدامش نکرده. کلشه اینی دسیسه های دشمن است. قرآن از او تاریخ بر ما بیان میکنه. لا تسمعوا لهذا القرآن، گوش نمانه به این قرآن کریم. والغوا فیه، شور ماشور جور کنه. مردم با امور بیهوده، لغو، امور بیهوده بیفایده را میگه با این مصروف بسازه. رقم بر ما برنامه در تلویزیون ها جور کرده. این تلکی خرس است، این تلکی فلان است، این چیسته برنامه خنده است، این برنامه فلان است. کلش در مقابل قرآن است. شما را موقع نمیده که حتی درسی پانتون و مکتبتان بخوانه. یک برنامه خبیثش خلاص نمیشه که دیگه شروع میشه. در بدر خاک بسر کرده این ملتی ولسا. اینجا کنترل نیست. اینجا کسی نیست که کنترل کنه که چرا این ملت سرمایش جوانا را فکرش از بین برده رو ایسته. خلی که اگر ترجمه قرآن کردی ده یک جای شروع کردی اهل دیگه بگیرش. این مولا را نمانی. این مولا تروریست تربیه میکنه. عجیب گپ است. تعجب است. بالله چی جواب داشته؟ چطور ایمان هستی؟ چطور اسلام است؟ چطور دعوای مسلمانی را داریم؟ لعلکم تغلبون، شاید که شما غالب بیایید. خو الله تبارک و تعالی میگه این برنامه های شیطانی مانع نفوذ قرآن است. این برنامه های شیطانی مانع ظاهر شدن قرآن که قرآن بیخی ظاهر نشود شده میتونه؟ نه. ان شاء الله هر عملی از یا عکس العمل است. تا دین روز نه دختری جوانی ما نه بچه جوانی ما رو به قرآن می آورد. امروز الحمدلله اگر ما پول داشته باشیم نخواد که در مسجد ها کسی جای شود از محبت قرآن. خب با تاسف که تجارای ما صرف به خاطر چی؟ ما برنامه سیرت داریم کرولا میدیم. جناب برنامه سیرت در راه نانداز. سیرت خوا کدام سیرته؟ و خونمو سیرت یاد میگیره که خودیتام در سوالا آورده که پیغمبر علیه السلام در خانه کی تولد شد، کی تولد شد، اینطوری. اما پیسه را در ترجمه قرآن مصرف میکردی که مردم عقیده را یاد میگرفت. باز بعد از او قدر و قیمت محمد رسول الله را میدانست صلی الله علیه وسلم که پیغمبر کدام شخصیت است. پیغمبر امو شخصیت است که قرآن به ما آورد تشریح کرد. اونو شخصیت است. باز ضرورت به سیرت خواندن نبود. باز میفهمید که پیغمبر کدام شخصیت است. خب امروز امو دینداری ما اینطور برنامه داره. و تجاری که در قصه شراب و کباب است و خو نهایتش هر دفعه که از تجارت خود برمیگرده از چین و از ایتالیا و از امریکا یک مجلس ختمه میگیره. جناب وکیل و جناب فلان و معلم و سرمعلم کل گیره. خب ختم کرده بود. آدم که باز چی میگه؟ الله که آدم مال میده همینطور مال بده. این دوری خور شکم اینطور چرب کرده. اینطوری مال الله هیچ بری آدم نده. مال بده که اونجا درس قرآن احیا کنه، زنده کنه. مالی بده که مقابله کفار بکنه. تلویزیون جور کنه که مردم شب و روز همون تلویزیون ببینه. برنامه های سازنده باشه. درسات پخش است، تفسیر است، حدیث. عالی هم داریم. یک تعداد تلویزیونایی داریم. خود شما باور بکنه مولوی مصطفی رفت برنامه را برای توحید ثبت کرد، نشر نکرد. نشر نمیشه. یکی از خواهرها در تلفن برای من میگه تو چرا در تلویزیون ها نمیری؟ من گفتم تو برای من وقت بگی. تلویزیون گپای مرا سانسور نکنم. در هر تلویزیون هر روز من میرم. فقط گپای مرا بگذاره. خب من مردمو تلویزیون نمیبینم که همینطور بیا برنامه ما را چی کنه؟ پخش کنه. خب نمیکنن. اونجا لحاظاست. برای تنظیم گپی حق نمیگن. برای تنظیم گپی حق افشا نمیکنه. نه، باز تنظیم خلل پذیر میشه. از اون ناحیه باز چی میشه؟ اینطوری گپاست. اینطوری گپا را خو میفهمید. شما باید بدانید. فلنذیقن الذین خامخا چشانم به کسانی که کفروا کافر هستند عذابا شدید، عذاب سخت. ولنجزینهم خامخا پاداش میدم، بدل میدم اسوأ الذی بسیار زشت از او اعمالی که کانوا بودن یعملون انجام میدادن. زشترین عمل من کردن از قرآن بود. ذالک جزاء اعداء الله، اینمی جزای دشمنای الله است. النار که آتش جهنم است. دشمنای الله کسانی است که قرآن من میکنه، شرماشور در وقتی قرآن میکنه، اوتلی خدا فیتی کلان میمونه، فیتا فروش فیتا را میمونه،
این گپارا میکنه که مردم نشنوه قرآن، حالی هم همونطور مردم وجود داره. لهم فیها دار الخلد، برای از یاد اینمی آتش دار الخلد جای همیشگی است، این طور هم نیست که موقت باشه. جزاء بما کانوا، این بدل است به سبب آن چیزی که بودن به آیاتنا، به آیاتای ما، به دلایل توحید ما یجحدون، انکار میکرد. و قال الذين كفروا، میگویند کسانی که کافر هستند. اونجا باز میفهمه ربنا پروردگار، حقیقتا واضح میشه، روشن میشه. چی میگه؟ میگه ربنا ارنا الذين، بر ما نشان بده امو کسایی را ضلانا که ما را گمراه کرده بود. کدام مردم بود که ما را از قرآن منع کرده بود؟ من الجن، از جنیات، و الانس، از انسانا. نجعلهما، که بگردانیم شد تحت اقدامنا، در زیر پای خود. یک کمی کفت دلی خود سرش بکشیم، پایمال کنیم شه. چرا؟ لیکونا من الاسفلین، که شو از جمله کسایی که در زیر پای ما باشه. یا خو ما را در بدر کرد، در قرآن ما را نماند. خو اونجا میگه که الله اما را یک دفعه به ما نشان بده که یک جغل سرش بسته کنیم. نعوذ بالله. امروز سجده میکردی در پایش، خو اونجا باز میگی که یک دفعه زیر پای کنیم شه. اونجا ان الذين قالوا ربنا، در مقابلش طایفه حق وجود داره. ان الذين، یقینا کسانی که قالوا میگویند ربنا الله، پروردگار ما الله است. ثم استقاموا، بعد از استقامت اختیار میکنه. ان الذين، یقینا کسانی که قالوا میگویند ربنا الله، پروردگار ما الله. ثم استقاموا، بعد از استقامت اختیار میکنه. دو نکته است، دو نکته. خود دو نکته خبر داری؟ این دو نکته کدام نکته است؟ کسانی که میگه ربنا الله، پروردگار ما الله است، این گپ شما خبر داری چه وزن داره؟ میگوید در مجمع و محیطی که آلوده به شرک است، تمام روز مردم هر طرف صدا میکنن، کسی که با شیخ عبدالقادر جیلانی، کسی با سخی صاحب، کسی با فاطمه زهرا، کسی با ابوالعباس، کسی با تور بابا، کسی با شرعی بابا. کلگی خود توی استاد میشی میگی که ربنا الله، پروردگار ما الله است. کسی میره چاپلوسی غربه میکنه، کسی میره نعوذ بالله نوکری برای دیگه کس میکنه. خوی آدم استاد میشه میگه ربنا الله، مالک و اختیارداری ما الله است، رازق ما الله است. ربنا الله، بس برنامه مومن فقط ربنا الله است. ثم استقاموا، بعد از استقامت اختیار میکنه. استقامت میفهمی؟ سریمی عقیده استاده شدن و ایره پیش بردن، یعنی به عمل خود امی دعوای خود راست میسازه که گفته که الله ربی است، آلی غیر از الله است کسی دیگه حراسی نداره، بغیر از الله به کسی دیگه طمع نداره، بغیر از حکم الله تحلیل و تحریم الله به دیگه چیز عقیده نداره، بغیر از الله عبادت به کسی دیگه نمیکنه، بغیر از الله تبارک و تعالی حاجتای خود به کسی دیگه پیش نمیکنه، بغیر از الله تبارک و تعالی اعتماد بالای کسی دیگه نداره، مکمل به عمل خود ایر راست میسازه. اینی را میگه ثم استقاموا، بعد از استقامت اختیار میکنه. ربنا الله. امروز شما تنها دعوا میکنی که از قبران نخواه، از الله بخواه. چقدر دوچاری مشکل میشه. امی دیستی در 2 روز مردم در گرد جمع میشه. یکی میگه بکشیش از قوم داری، دیگهش میگه پدرت میگه که دیگه بچه من نیستی عاقد میکنم، مادر میگه اگر این گپا میگی بچم دیگه شیر خدا برات نمیبخشم. از اون طرف ماما و کاکا میگه که ما را این ترکه پیش مردم خجالت میگه که بیادر زادت وهابیسته، که خوارزادت وهابیسته. این استقامت طلب داره. آلی دیگه بدنی تا برای فریکدن این مرمیا مکمل همیطور جور کو، از هر طرف چخ میشی. در رام که تیر شوی قطی سنگ میزنه میگه اموسته، یکی با دیگه چشمک میکنه اموسته. اون طوری گپا را پیش میکنه. عقیده حق پیش بردن اینمی قسم استقامت کار داره. استقامت چی را میگه؟ مختلف تفسیرات صحابه نقل شده. نشر کردن توحید الله را استقامت گفته، اخلاص در عمل استقامت گفته، مثل روبا واری طرف خیز زدن نکنی، یک راه را مستقیم بگیری، مرد واری استاد باشی، سری نظریت. این استقامت میگه. استقامت چی را میگه؟ استقامت امور میگه که سفیان ابن عبدالله ثقفی رضی الله عنه با پیغمبر علیه السلام میگه برای من یک گپ بگو که جامع باشه که از کسی دیگه سوال نکنم. پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ برش چی امر میکنه؟ قل آمنت بالله ثم استقم. بگو که ایمان به الله دارم، بعد از او ایمان به الله را قایم کو دیگه، برابر و درست کو. اینی را استقامت میگه. این را استقامت میگه، محکم کردن عقیده. وگرنه
آنقدر حالات ناگوار شوه که پرسان نکو، بکشت شو از خانه دمی زمستان که یا بگرد او یا ایسته که موتور از خانه میکشیم. همینطور حالت سرت میه. عقیده همینطور مفت نیست که هر کس نگاه کنه و سرش همینطور پیش بره. الله چی میگه؟ که اینطور آدم اینطور عمل پیدا بکنه، تتنزل علیهم الملائکه، احساسی تنهایی را نکنی. نگوی که من یک نفر هستم در این منطقه، نه پدرم قطم نیست، قاربم قطم نیست، قومم قطم نیست، کدام طرف برم. تتنزل علیهم الملائکه، نازل میشه پایین میشه بالای طور مردم الملائکه، ملائک در وقت مرگشام، در وقت قبرشام، در وقت قیامتشام. الله تخافو که گویندگان هستن همی ملائک، میگن نترسی ولا تحزنو، غمگینم نشوی، ترس نخوره به خاطری که عملی نکرده که منافی با دستورات الله باشه، غمم نکنه به خاطری که چیزی از پیش ما فوت نشده که موجب ثواب باشه. و ابشروا، خدا خوشوقت بسازی، بالجنت التي، بمو جنتی که کنتم توعدون، که امرای شما وعده داده شده بود. بالکل خوش شوه. چرا؟ به خاطری که یقینا بندگی الله را شما اختیار کرده، استقامت اختیار کرده. اینی را میگه استقامت. نحن اولیاءکم، امین ملائک برش میگه ما دوستای شما هستیم، فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا الهام کارای خیر براتون میکردیم، نگهبانی شما را از همه چیزای مضر میکردیم، و فی الاخرت، در آخرت هم دوستای شما هستیم، شفاعت میدیم، سلام و مبارکی براتون میدیم. ولکم، برای شما فیها، در جنت ما آن چیزی است تشتهی که شما خواهش داره، انفسکم، نفسایتان که میخواهد انفسکم، نفسایتان. ولکم، برای شما فیها، در جنت تدعون، هر چیزی که طلب داره الله براتون داده نیست. در دنیا هر طرف میکوشیدیم، چیزی در دست میآمد نمیآمد، خو الله تر پاداش میده. چرا؟ بند کردی نفسی خدا. اینجا استقامت اختیار کردی. شهوت که از اون طرف غلبه کرد، استقامت اختیار کردی، بند کردی. زور بازوی چی کرد؟ تقاضا کرد سریازی ظلم بکن، استقامت اختیار کردی. وای نماز دست پیشت میگفت که زود زود بخوان یا به خشوع نخوان، استقامت اختیار کردی. در تمام امور تمام قوت های خود کنترل کردی. اونجا چیزی برات میاد که فقط در نفست، در خواهشت میگرده. نزولا من غفور رحیم، ایتورام نیست، اونجا میمانی است. از طرف کی؟ یک آدم میمان ذات شوه که هم غفور است هم رحیم است. خطاها و نقصاناتی تا معاف میکنه، دیگه هم رحم سرت میکنه. الله بر ما نصیب کنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.